ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 9. زردشت، پیامبری آیین راستین. در اینجا قبیله دارای مساکن زمستانی و معینی بود که به نحو ابتدایی در آن به زراعت اشتغال داشت و سیلاب‌ها یا رودخانه‌ها برای آبیاری اراضی خود استفاده می‌کرد. تابستان‌ها این قبیله شروع به مهاجرت به چراگاه‌ها می‌نمود که معمولاً در نواحی مرتفع و در کوهستان‌ها قرار داشت. دانشمند ساحه‌های گوناگون حیات مردمی گات‌ها را مورد تحلیل همه‌جانبه قرار داده در آخر چنین می‌نویسد: با توجه به این مقدمات، موجود نبودن یگان نشانه آثار تمدن آسیای علیا، آسیای غربی در گات‌ها ما را بر آن می‌دارد که سرزمین اصلی کیش زردشتی را تقریباً در شمال یا در مشرق زمین‌های تصور کنیم که در عهد سالیفه مسکن قبایل آریایی بوده و آثار کوچ‌نشینی مقرون به زراعت در آن مشاهده می شده است. قبایل زاری خصوصاً در دامنه‌های جبال یا در شعب اراضی کوهستانی زندگی می کردند و بنابراین می توان قبایل وابسته به تمدن گات‌ها را ساکنی سوخت یا فرغانه یا بلخ و به زحمت خوارزم تصور کرد. میری بویس در کتاب جدید خود چکیده تاریخی کیش زردشت بسیار پرابلم‌های موجوده را از دید نو مورد مطالعه قرار داده در نتیجه تحلیل گات‌ها درباره زردشت چنین اندیشه ابراز می‌دارد: متن‌های اوستایی کهن یعنی گات‌ها و 2 منتر موجز و یسنای 7 دارای اشاره‌ها و دلیل‌های گرانبها و با اهمیت درباره جامعه است که زردشت را در دامن خیش پرورانده بود. جامعه‌ای که خود را از نظر نژادی و قومی آشکارا یک دست و یک پارچه می‌دید و به اقوام بیگانه و ناآریایی اشاره ندارد. جامعه نظم استوار دارد که تکرار به تکرار به آن اشاره می شود. آن تصویری که از مطالعه متنها از جامعه باستانی اوستایی به چشم می خورد با وضع زندگی اجتماعی قوم‌هایی که در آخر هزاره 2 تا میلاد در شمال رود سیحون سیر میزیستند مطابقت دارد. سرزمینی پهناوری پوشیده از صحرای و دشت و جنگل‌های کان و رودسار و کوهساری که امروز بر آن نام قزاقستان را اطلاق می کنند و از نظر وسعت تقریباً برابر است با نیمه از مساحت اروپای غربی. زبانشناسی زبردست روس ابایف زردشت را نماینده قبیله تور دانسته محل او را ساحل‌های دریای سیر معین می کند. به فکر او زردشت در میان هم قومان خود به ترغیب آیین جدید شروع کرده
آنها را به پیروی از آیین مزد یسنا دعوت نمود. ولی پیروان آیین‌های مختلف به خصوص پیشوایان دینی آنها به او ضدیت کرده به تهدید و تعقیب پرداختند و او مجبور گردید محلی سکونت خود را ترک کرده مسافرت‌های دور و دراز انجام دهد. با وجود آنکه در میان جامعه گاتها و قبیله های سکها، سکیفها دانشمندان گاه فاصله ناچیز و گاه نسبتاً طولانی قرار می دهند، بازیافت های باستانشناسی سلسله و پیدرهمی فرهنگ های اوستایی و سکایی را ثابت می نمایند. باستانشناسی معروف روس برنشتم که در طول بیش از 10 سالی میانه های عصر 20 مساحت بزرگ آسیای مرکزی را مورد تحقیق و کاوش ها قرار داده است، رنگ ها را نام باستانی دریای سیر دانسته محل پیدایش زردشتیه ابتدایی را در ناحیه هفترود دامنه کوههای تیانشان و پامیر می داند. مشاهده عمومی این سرزمین به ما امکان می دهد نواحی مرکزی را از محلهای اطراف جدا کنیم. جای شبهه نیست که مرکز اساسی تمدن سکایی ماورای دریاهای ایلی و چو و بخصوص وادی دریای چو است. دامنه های کوه های تیانشان بخصوص پامیر تپه های نچندان کلان دارد. در این منطقه در وادی دریای ایلی بخصوص تورگین، اسیق، تلگر و شرقتر تا وادی ارتیش شاه قبیله های سکایی ها زندگی می کردند. در تاجیکستان نیز سالهای آخر در زمینه پیدا کردن وطنی مشخصی زردشت تحقیقات معینی انجام داده شده است. مثلا دانشمندی باستانشناسی تاجیک یوسف شاه یاکوبوف پیامبری آریایی را از باختر از دهکده به نام دوراج واقع در بدخشان افغانستان حساب می کند. وی در مباحثه با پیانکوف چنین دلیل می آورد که مطابق فرگرد 20 وندیداد دهی که زردشت تولد شده است داریج نامیده می شود. باید ذکر کرد که نه تنها در وندیداد بلکه در تمام ادبیات دینی زردشتی چنین روستاهای وجود ندارد. موافق وندیداد فرگرد 19 بند 4 11 بندهیشن بابیده و سرچشمه های دیگری پهلوی دریجا یا دریجه رودی بارانی است که شاخاب دریای نیکی دیتی است و خانه پدری زردشت در ساحل آن قرار دارد. دانشمند دیگری تاجیکستان پیانکوف رودی در گمرا که در باب 9 بندهیشن آمده است با رودی در غام در سوخت موافقت داده آن محل را زادگاه پیامبری آریایی می داند. محقق دیگر مومن جانوف در اساس مقایسه و مطابق کنانی متن‌های اوستا و ادبیات زردشتی توپوگرافیا و توپونیمیکای آن با دستاوردهای علم اوستا شناسی امروز به چنین خلاصه آمده است که زادگاه پیامبری آریایی در گرد و اطراف استقکل و ولایت کهن هفترود واقع در قرقیزستان و قزاقستان معاصر قرار دارد. زردشت در گاتها درباره خود معلومات مستقیم نمی دهد.
ولی جالب است که تمام فعالیت اهورامزدا و پیامبری او در ایریان ویجه آریاویج سپری می شود. فرگرد اولی وندیداد این سرزمین را سرزمین اولین آفریده اهورامزدا معرفی می کند و آن در تمام بخش‌های اوستا مقدس دانسته شده ستوده می شود. کور مقدسی چیست؟ دریای نیکی داییتیا، شهر یا زیستگاهی معروفی بنیاد کرده جمشید با نام برجم کرد کانال یا رودی ساخته افراسیاب ناوپاک زادگاه زردوشت تخمین می شود. موافق گزیده های ذاتسپرم فصل 2 ملاقات نخستین زردوشت با اهورامزدا خداوندی بزرگ در ایریان ویجه به عمل آمد. همین سرچشمه بابی 22 معلومات می دهد که مکالمه زردوشت با 7 امشاسپند در همین سرزمین صورت گرفت. در اساس بندهیشن فصل 32 بند 3 زردوشت باری نخست در این سرزمین و اهورامزدا مراسم ستایش بجا آورد و مدیوماه پسر آراستی امک بچه پیامبر پیروی نخستین او گردید. در بندهای 104-105 یشتی 5 آبان یشت زردوشت پس از بجا آوردن مراسم ستایش در آریاویج در ساحل دریای داییتیای نیک از اریدویسور اناهیتا درخواست کرد که برای بدین رو آوردن کیگوشتاسپ وی را کامیاب گرداند. در بندهای 25-26 یشتی 9 گوشیشت زردوشت پس از تقدیم نظر و انجام نماز در ایریان ویجه در ساحل دریای داییتیا از فرشته موکل چارپایان درواست درخواست نمود که خوتاسی نیک و آزاد همسری کیگوشتاسپ بدین او گراید. گذشته از این موافق معلومات بندهیشن بابی 20 بند 32 رودی دریجا مانند دریای داییتیا در ایریان ویجه است و در کنار آن خانه پروشسپ پدر زردوشت قرار داشت. در همین سرچشمه پهلوی بابی 24 بند 5 چنین آمده است: رودی دریجه سروری رودی بارانی است، زیرا که خانمان پدر زردوشت در ساحل آن بود و زردوشت در آنجا زاده شد. فرگرد 19 وندیداد بندهای 4-11 می نویسد که دریجا رودی است که در پشته و بلندی آن خانه پروشسپ پدر زردوشت قرار داشت. از متنهای بالا چنین برمی آید که زردوشت در مرکز ایریان ویجه دقیقتر در ساحل دریای نیکی داییتیا و باز هم دقیقتر در پشته در کنار رودی بارانی دریجه که شاخابی داییتیا بوده در آن بلندی خانه پدرش بوده است چشم به جهان گشاده است. چنین رودهای بارانی عادتاً در دشتها و دامنه کوهها به وجود می آمدند. در اوستا افراسیاب پسری پشنگ و پادشاهی توران دو برادر دارد، اغریرس و گرسیوز.
هر یکی از برادران افراسیاب در منطقه از توران حکمرانی می کردند. گوپت یکی از منطقه های توران بوده است که در آنجا اغریرث حکمرانی می کرده است و با نام گوپت شاه معروف بوده است. مینوی خرد باب 62 بند 3 می نویسد: گوپت شاه در ایریان و ایجه اندر کشوری خوانیرس است. آریاییان باستان جهان را به 7 بخش تقسیم کرده بودند. کشوری مرکزی که خود آنها میزیستند و از جهت مساحت با 6 بخش دیگر برابر بود، خوانیرس دارای فایتون‌های زیبا نام داشت. در داتیستان دینیک بابی 90 بندی 4 آمده است: سلطنت گوپت شاه در مملکت گوپت مجاوری ایریان و ایجه در کنار آب داییتیا می باشد. در بندهیشن باشد بابی 29 بندی 5 سرزمینی اغریرث سکوستان ظاهراً سکیستان نامیده شده، لقب خودی او و پسرش گوپت شاه آمده است. از متن سرچشمه های پهلوی چنین به نظر می رسد که سرزمین افراسیاب یعنی توران یا بخشی از آن در حدود ایریان و ایجه قرار داشته است. بندهیشن بابی 29 بندی 13 در این بابت نوشته: مملکت سکوستان در سری راه ترکستان به طرف چین واقع است. با وجود آنکه دانشمندان درباره خاستگاه آریاییان ابراز عقیده کرده اند، درباره تعیین مشخصی سرزمینی ایریان و ایجه کمتر ابراز نظر نمودند. کیپرت آن را به جنوب و شرقی فرغانه، گیگر و فرغانه و کوهستان حاضره نسبت داده داییتیا را دریای زرفشان می داند. بعضی دانشمندان در زیر تأثیر اصلاحات دوران ساسانی اران واقع در شمال ایران معاصر را ایریان و ایجه دانستند. گیگر پس از 14 سال تحقیق در عقیده خود ثابت مانده چنین نوشته است: ایریان و ایجه حتما در بخش‌های بالایی شمال و شرقی ایران شهر قرار دارد و ممکن نیست که اران باشد. تیل نیز این سرزمین را در شمال و شرقی ایران شهری باستان می داند. فرای در شرق ایران به شمول سرزمین‌های امروزه افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان حساب می کند. دانشمندی شهیر ایرانی ابراهیم پوری داوود آریاویج ایرانویج را در ترکستان روسیه تصور کرده است. مورخ و باستانشناسی تاجیک نعمتف دشت‌های آلتای تا دریای والگه و ساحل بحر خزر را چنین منطقه می داند. محقق تاجیک مومن جانف دامنه کوههای آلتای، تیانشان و پامیر، قزاقستان معاصر، بحر خزر، دریای اورال و وادی‌های فرغانه و زرفشان را ایریان و ایجه معین کرده است. سرچشمه های پهلوی دین کرد کتاب هفتم بندهای 16 19 دین کرد کتاب 7 بندهای 2 14 گزیده های ذات سپرم بابی 9 10 ویجر کرد دینی بندهای
10:14 زراتشت‌نامه درباره او روایت‌های سنتی مذهبی آورده زردشت را در احاطه دشمنانه تورانیان، ساحران و جادوگران تورانی نشان دادند. از معلومات بخش‌های گوناگون اوستا درباره زادگاه زردشت و چنین خلاصه آمدن ممکن است که وطن او ایریان و ییجا سرزمین زیبای و درخشان آریایی ها بوده، ظاهراً در یکی از خانواده ساکن در محل نزد کوهی و یا دره کوهستانی شرقی باختری قدیم به دنیا آمده است. اوستا و بخش‌های آن. زردشتیه نخستین دین یکتاپرستی در جهان بوده، دارای ساختاری مشخص و احکام دینی بر پایه اخلاق می باشد. این ساختار و نظام چندان نیرومند و توانا پایه‌گذاری شده است که رکن‌های عمده و اساسی آن را تقریباً تمام دین‌های جهانی امروز به عاریت گرفتند. زردشت موافق کتاب هفتم دینکارت باب 4 بند اول گزیده های ذات سپرم باب 22 بندهای 1-3 نخستین انسان است که به وسیله وحی الهی به مرتبه پیامبری رسیده است. کتاب مقدس او اوستا نام داشته. این کلمه از جانب محققان به طور مختلف تلفظ و معنی داد می شود، ولی اکثرا آن را کلمه پهلوی اوپستا اپستاک دانسته همچون قانون، دستور، راهنمای دینی ترجمه کردند. اکثر دانشمندان غربی چنین می شمارند که متنهای کتاب مقدس زردشتیان از زمانهای قدیم در زبان و حافظه روحانیان و مردم حفظ گردیده فقط در دوران ساسانی ثبت کرده شدند. ولی گزارش مورخان یونان قدیم و سنت مذهبی بر آن دلالت می کند که نسخه های خطی اوستا در زمان هخامنشیان وجود داشتند. گروه دیگری دانشمندان مثل آلتخیم و اندریاس چنین می شمارند که متنهای اوستا در ابتدا در آسیای میانه با الفبایی که اصلی آرامی داشت ثبت کرده شده بود. اوستا در همین شکل همچون آثار خطی تا آغاز حکمرانی سلاله ساسانی آمده رسیده است. به عقیده آنها در این باره کتابی کفاریای مانی گواهی می دهد. در آن گفته می شود که پیروان زردشت پس از مانی سخنان او را ثبت کرده حالا آن را قرائت می کنند. موافق معلومات پلینی که از گرمیپ مورخ عصر 3 تا میلاد نقل می کند، کتاب مقدس مغان دارای 2 میلیون بندهای شعری بوده است. موافق معلومات دینکارت باشد وقتی که در دوران ساسانی آن را جمع آوری کردند فقط 348 باب باقی مانده بود. آن را هم مثل سابق به 21 کتاب تقسیم کرده بودند. اگر در دوران حکمرانی سلاله ساسانی مقداری واژه‌های اوستا در حدود 345,000 کلمه باشد، امروز از آن فقط 83,000 کلمه باقی مانده است. اوستا
کتاب مقدس پیروان دین مزد یسنا از 5 بخش زیر عبارت است. یسنا بخش اساسی و مهمترین اوستا بوده از 72 باب عبارت است. این کلمه در اوستا در شکل یسنا، در سانسکریت در شکل یجنا و در پهلوی در شکل یزیشنا آمده به معنی ستایش، پرستش، نیایش، سجده، نماز استفاده می شود. در زبان تاجیکی در شکل جشن باقی مانده. کلمه های ایزید و یزدان نیز از ریشه آن پدید آمدند. باب های یسنا با نام ها یا هات یاد می شود که معنی باب یا فصل را دارست. هر هات از چند بند عبارت می باشد. درازترین هات یسنا 32 بند و کوتاهترین آن 3 بند است. یسنا جنبه تقدس و تبارک را دارا می باشد. چون در تمام اوستا میان انسان و طبیعت پیوندی ناگسستنی وجود دارد، در هاتهای یسنا نیز از اهورامزدا خداوندی بزرگ و توانا و آفریدگاری جهانی مادی و معنوی سر کرده به معنای وسیع کلمه همه عناصر زیبای و زندگی بخش ستایش کرده شدند. ایزیدان، فرشتگانی فزاینده، هر چیزی نیک و سودمند که در زندگی مادی و معنوی بهره رسان، منفعت بخش و فزاینده باشد، سزاواری ستایش خوانده شده پرتو یا مظهر خداوند و ایزید و فرشته دانسته شده است. آبی پاکی شفاف، باران زندگی بخش، ماه زیبا، خورشیدی تابنده برکت بخش، ستارگانی فروغمند، آسمان، رودها، دریاها، چشمه‌ها، گیاهانی سودمند، زمین، چارپایان و حیوانات منفعت بخش، سال، ماه، روز، وقت، شهرها و روستاها، خانه و خانواده، بزرگان و پارسایان، فروشی و روانی پاکی گذشتگان، 33 ایزیدان و امشاسپندان، قانونهای نیک، کوههای آسایش بخش، عدل و داد، علم و دانش، برکت، ثروت، دلیری و ناترسی، راستی و درستی و بسیار چیزهای دیگر سزاواری ستایش و مناجات دانسته می شدند. یسنا به 3 بخش تقسیم گردیده. قسمی اساسی آن هاتهای 24 تا 53 می باشد. این بخش هسته مرکزی یسنا بوده به نام منتر یاد می شود و ترانه های خود حضرت زردشت می باشد. این بخش از همه باستانی بوده به 5 قسمت تقسیم می شود. اهونوندگات دارای 7 هات بوده. هاتهای 24 تا 34 100 بند دارد و هر بند آن دارای 3 سطری 16 هجایی می باشد. اشتاودگات دارای 4 هات، هاتهای 43 تا 46 بوده، 66 بند دارد و هر بند آن 5 سطری 11 هجایی دارد. شما گفتار 9 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.